دوشنبه برای 2 روز میزبانی کنفرانس بین‌المللی نقش عالمان و دانشمندان تاجیک در رشد فرهنگ و تمدن اسلامی است. این کنفرانس را تاجیکستان در همدستی با سازمان همکاری‌های اسلامی برگزار می‌کند. همایش امروزه ما که با اشتراک دایره وسیع عالمان، دانشمندان و محققان سرشناس از تاجیکستان و کشورهای مختلف جهان برگزار می‌گردد، دلیل برجسته آن است که تاجیکستان جزء جداگانه‌ناپذیر جهان مسلمانی بوده با غایه‌ها و ارزش‌های والای اسلامی که مبنای آن را انسان‌پروری، عدالت، علم و معرفت، پاکی و نکسرشتی و نیکپنداری تشکیل می‌دهد ارج می‌گذارد. نماینده دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی در سخنرانیش به نقش برجسته دانشمندان تاجیک در تاریخ تمدن اسلامی اشاره کرد. در بیشتر از 1100 سال نقش عالمان تاجیک در رشد تمدن اسلامی خیلی بزرگ است و در پیشبرد فرهنگ اسلامی سهم داشتند. از جمله امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو حنیفه، امام غزالی، ابن سینا، مولانا جلال‌الدین رومی، ابو ریحان بیرونی، الخوارزمی و چهره‌های زیادی دیگر. برخی از دانشمندان خارجی روی آن تاکید کردند که در شرایط بحران‌ها در عالم اسلام این گونه همایش‌ها برای همگرایی کشورهای مسلمانی مساعدت می‌کند. این برنامه بین‌المللی و مهم است برای فرهنگ تاجیکستان. عالمان و دانشمند تاجیکستان در مسیر تاریخ زیاد است، لکن فکر می‌کنم بلکه در مورد اکادمیان در دانشگاهان این موضوع را یعنی عالمان تاجیکستان بسیار معلوم نیست. دانشمندان زیاد از کشورهای اسلامی و مسلمانی در مورد سهم گذشتگان تاجیکان نه تنها در فرهنگ اسلامی بلکه در رشد علوم طبیعی و ریاضی، طب، تصنیف بندی علم‌ها، نظام بین‌المللی اسعار و آزاداندیشی بحث کردند. دستاوردهای مهم در زمان سامانیان ترجمه تاریخ و تفسیر طبری به زبان فارسی بود که این هم برای رشد و رواج دادن معنویات مسلمانی در قلمرو تحت حکومت سامانیان بود. برگزار کردن این همایش از سوی تاجیکستان و تاکیدش روی نقش گذشتگانش در پیشرفت فرهنگ اسلامی در حالی است که چند سال اخیر این کشور برای قانون‌های سختگیرانه‌اش در اجرای رکن‌های اسلامی تنقید می‌شود. از جمله بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم محدودیت‌های در پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه و دیگر مراسم دینی سخت‌تر گردید. تاجیکستان میگوید هدفش از قبول این قانون و اقدام‌های سختگیرانه دیگر حفظ ارزش‌های ملی و پیشگیری از افراط‌گرایی است، اما برخی از سازمان‌های بین‌المللی و چهره‌های عالم اسلام این را نقض حقوق بشر از جمله حقوق‌های مسلمانان می‌دانند.